برای اولین بار بعد از 4 دهه زنان هم مجوز حضور در ورزشگاه آزادی رو برای دیدن شهرآورد به دست آوردند. بازی از این لحظه با سوت موعود بنیادیفر داور مسابقه شروع میشه. مهدی پور معمولا این ضربات رو خوب میزنه، بلند بره دروازه، سهرابیان ضربه سر میزنه، آفساید شده. آفساید بازیکن استقلال رو داور میگیره. ترابی پشت توپ، بلند بره دروازه، نعمتی، حسینی برمی‌داره، فرصت برای نعمتی. حسینی و سهرابیان با هم اجازه ندادن که ضربه علی نعمتی در دو تلاشش وارد دروازه بشه. کورنر برای پرسپولیس. دانیال پشت توپ قرار گرفته، فشردگی مدافعا در محوطه جریمه. دانیال اسماعیلی‌فر بلند، موقعیت برای علی نعمتی، فرصت برای کنانی زادگان، توپش بلوکه میشه و برمیگرده. خیلی فشار آوردن پرسپولیسیا تو این صحنه. خب داور میره برای دیدن صحنه. از کمک داور ویدیویی یا VAR درگیری سهرابیان و شهاب زاهدی مد نظر هست. ببینیم نظرش چیه. این برخوردی که بین دو بازیکن اتفاق افتاد، داور اعلام میکنه پنالتی نیست و ضربه دروازه باید زده بشه. یانگا میفرسته زمینی به محوطه جریمه. مهرداد محمدی میچرخه، حالا ضربش رو میزنه. قبلا نمونه این توپا رو گل کرده بود اما فشار بازی انقدر زیادی که ضربش رو بیرون رفت. آرش رضاوند سرش رو بالا میگیره، پاس کاتار، فرصت برای مهرداد محمدی. بهرامند توپ رو میگیره، بالاخره مهدی پور ضربه رو میزنه. گوستاو بلانکو ضربه سرش با جاگیری خوب بهرامند بی اثر میشه. سهرابیان پاس به عقب میده، حسینی با سر برمیگردونه، موقع برای بازیکن پرسپولیس. چشمی با سر دور میکنه، فرصت برای عالیشاه و توی دروازه گل برای پرسپولیس. بازم امید عالیشاه ذخیره طلایی پرسپولیس تو این مسابقه لقب میگیره. 1-0 پرسپولیس. خوشحالی هواداران پرسپولیس توی ورزشگاه آزادی و بهت استقلالیا با هم ببینیم. پاس به عقب سهرابیان اصلا خوب نبود. حسینی و چشمی با هم تلاش کردن اما بازم تو میگیره پرسپولیسیا و عالیشاه افتاد و این بازیکن بود که با این شلیک سر ضرب دروازه رو باز کرد. میانه میدان، فرصت برای عالیشاه، همونجا نزدیک بود یه سوپر گل بزنه اما شلیک سر ضرب این بازیکن این بار از کنار دروازه استقلال با اختلافی اندک به بیرون رفت. نزدیک بود که از زیباترین گل‌های تاریخ داربی رو ببینیم. یامگا، رضاوند توی منطقه جریمه، فرصت برای پیمان بابایی، تعادلش رو از دست میده. ببینیم موعود بنیادیفر چه نظری داره. اینجاست که تعادل پیمان بابایی به هم میخوره در برخوردی که با علی نعمتی داره. در واقع علی نعمتی با دست سعی کرد او رو بگیره، سریع هم ولش کرد. ببینیم حالا چه نظری داره بعد از دیدن صحنه از طریق VAR. ادامه بازی، پنالتی نیست برای استقلال. یه سال بلند از هردانی توی منطقه جریمه، فرصت برای بلانکو. بهرامند از دروازه بیرون اومد و نگذاشت تو گل بشه، آفساید شد. چه فشاری داره میاره استقلال. رفتیم وارد وقت تلف شده شدیم. فرصت برای رضاوند، تعادلش رو از دست میده. نه پنالتی نیست. ادامه مسابقه، علی نعمتی توپو برمیگردونه. حالا احتمالا داور صحنه رو مورد بررسی قرار خواهد داد. اعتراض جواد نکونام از کنار زمین، هرچند که جدی هم نبود. این صحنه‌ایه که بله به نظر میرسید که علی نعمتی اونجا مرتکب خطا شد، در حالی که داریم شعار سال رو که روی سینه داور نقش بسته میخونیم. نظرش رو هم ببینیم. بله پنالتی میگیره، پنالتی برای استقلال. یامگا توی دروازه کوین یامگا در دوران حضورش در تیم استقلال فقط یه پنالتی رو از دست داده و اینجا در حساس ترین موقع بازم پنالتیش رو به گل تبدیل میکنه. یامگا اینجوری فریب میده بهرامندی که در گرفتن پنالتی فوق‌العاده است. 1-1 مساوی. خلاف جهت حرکت
بیرانوند توپ رو وارد دروازه کرد. این هم سوت پایان مسابقه، تساوی 1-1 تیم‌های پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه آزادی.